سلام خدمت همه دوستان. خب بالاخره خبرش اومد و توکن همستر کامبت در بازار پیش از عرضه لیست شد و معاملاتش احتمالا از فردا شروع بشه. صرافی کوکوین در روز قبل اعلام کرد که ارز همستر را با نماد HMSTR در بازار پیش از عرضه خود لیست کرده. بازار پیش از عرضه برای این راه اندازی شده که ارزهای دیجیتال قبل از راه اندازی به طور غیر رسمی داخل اون عرضه بشه و معامله‌گران بتونن با امکانات محدود اون رو خرید فروش کنن. با این روش کشف قیمت ارزهای دیجیتال آسان‌تر شده و توسعه دهندگان برای راه اندازی آنها آمادگی بیشتری به دست میارن. کوکوین در ادامه اعلام کرد که جزئیات مربوط به این مسئله را به زودی منتشر خواهد کرد. با این حال گزارش‌های موجود نشان میده که معاملات همستر کامبت احتمالا از فردا 23 خرداد شروع میشه.